خب سلام، وقت شما بخیر. الان ساعت 20:21 است. من ایمان هستم و قراره که هر شب یا یک روز در میون با هم دیگه بیایم کوه صفه و پیاده روی. تقریبا چندین ساله که کوه صفه رو میام به عنوان پیاده روی و ورزش و به نظر من یکی از ورزشایی که خب خیلی هم مفرحه هم خوبه. یه چیزی هم بگم که دیروز برف بسیار بسیار خوبی اومد. خب بچه ها، من پارک کردم و کوهنوردی ما شروع میشه. اینجا هم دیگه ورودیه، جایی که من هر روز ازش میام و قراره که با هم دیگه بریم کوه صفه. خب با من همراه باشید. خب بچه ها، همونطور که گفتم ما برف داشتیم امروز، یعنی دیروز در واقع. برف بسیار خوبی بود و میشه گفت که بعد از چند سال این برف اومد و همه ماها رو سر ذوق آورد. آقا این صدا رو گوش کنین، میشنوین؟ اینجا هم ببینین یا برف هاست و یخ هاست. صدا رو میشنوین؟ بعد فکر میکنین اینجا کجاست؟ اینجا شهر بازی بچه هاست. این صدا قراره بچه ها لذت ببرن توش. جالب بود. خب یه جاهایی رو ما قراره بریم که مقداری تاریکه ولی در کل بسیار لذت بخشه. من تقریبا همه تایمایی که مال پیاده روی کوه صفه هست رو اومدم. تقریبا میشه گفت از صبح خیلی زود، خلوشه مثلا 4 صبح 3 صبح اومدم تا در واقع 12 و 1 شب. تقریبا همه شرایطش رو دیدم و میخوام باهاتون هم به اشتراک بذارم و در کنار هم دیگه لذت ببریم. حالا که خب بچه ها، ما اومدیم خیلی در واقع ارتفاع زیادی رو اینجا نبینید. اینقدر تاریکه. این چراغا باید روشن می بود ولی متاسفانه یا سوخته یا مشکلی براش اومده، نمیدونم. حالا فعلا دارم با هدلایت هم مسیر رو طی میکنم تا برسم به اون نورا رو میبینید. اونجا ایستگاه 2 تلکابینه و حالا برسم ایستگاه تلکابین یکم از این زیبایی ها ببینید. برسم ایستگاه تلکابین تصمیم میگیرم که برم قله یا نه و دیر میشه یا اینکه نه تایم رو دارم که تا قله برم و برگردم. برسیم قسمت ایستگاه تلکابین، 2 مرتبه یه ویه کوتاه از اونجا هم میگیرم که ببینین. همه اینا یخ ها. اینا هم کلا من روی یک شلی از یخ دارم راه میرم. یک لایه، یک پوسته ای از یخ روی زمین هست که کاملا روی یخ دارم راه میرم. صداشو بشنوین. خب فعلا بچه ها نزدیک شدیم دیگه. اینجا در واقع ایستگاه 2 تلکابینه. این هم یکی از این تلکابینه که داره رد میشه و اونم که خب توربینه، چیزی ازش پیدا نیست. و این هم شهر و این هم زیبایی کوه صفه و این برفایی که روی درخت کاج میبینیم. خب بریم تا برسیم به خود ایستگاه تلکابین و ببینیم چه خبره. خب ببینید اینجا چه حجم برفی اومده و با اینکه یک روز گذشته ولی هنوز ما این حجم برف رو اینجا داریم. واقعا زیر پا لذت بخشه و واقعا زیباست.
این زیبایی رو ببینید، همه اینها برفه و مخصوصا اینجا. خدای من، به به به. و این درخت ها رو ببینید، انگار خامه روی همه این درخت ها ریخته شده. خب بچه ها، من فکر میکردم که بیام در واقع ایستگاه 2 میتونم از اینجا یه در واقع، حالا من نور کم کنم که شما ببینید. اینجا میتونم اینجا یه چایی چیزی بگیرم حداقل، ولی متاسفانه بسته است و مجبورم چایی رو برگردم و خونه میل بکنم. خب نظرتون راجع به این صحنه چیه؟ این صحنه همزمان شما سوار این تلکابین باشید، بیاید و برگردید. کامل سفت شده بعد از یه روز دیگه، اون حالت خودش رو از دست داده و تبدیل به تقریبا یخ شده دیگه، انگار برف نیست، یخه. خب هنوز مرددم که برم به سمت قله یا نه. خب بذارین ببینیم که ساعت چنده. ساعت 9:15 است. 44 دقیقه است که پیاده روی کردم و یه بار دیگه ببینیم. یه دیگه چرا؟ 44 دقیقه است پیاده روی کردم. سر وقت ساعت 390 کیلوکالری سوزوندم، بگیم 400 کیلوکالری و تا برگردم 3 ساعت دیگه هم میسوزونم و میشه 700. تارگت امروزم رو زدم و میتونم برگردم، ولی خیلی دلم میخواست که تو شب و توی برف برم، چون سالها پیش تجربهشو داشتم. توی برف خیلی شدیدتر از این رفتم قله سقه، تقریبا هیچ کسی نبود، فقط خودم رفتم و برگشتم و واقعا خب سخت بود. خب به نظرم برگردم حالا یک روز دیگه میام، چون زمان هم دیره، ساعت 9:15 و توی ویدیوهای بعدی هم به تفاهم میریم تا قله. این ویدیو رو من همینجا به پایان میرسونم. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید و ورزشکار. خدا نگهدار.